قرآن دو تا حالت داره. قرآن دو تا گروه را، از یک شکایت، از یکش رضایت. روز قیامت همین قرآنی که ما در خانه های خود داریم، من میخوام این را بگویم: قرآن از مسلمان شکایت دارد. قرآن از مسلمان شکایت دارد. قرآن از بعضی قاری صاحبان شکایت دارد. قرآن از بعض علما شکایت دارد. قرآن از بعض صوفیا شکایت دارد. قرآن از بعض تبلیغی ها شکایت دارد. وقال الرسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. روز قیامت چقدر امید داری که شفاعت کی نصیب شود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر در روز قیامت در میان صف از انسانها تشریف می آورند و بعد به پروردگار عالم خطاب می کند: و قال الرسول یا ربی، ای پروردگار من، ای خالق جهان، ای پادشاه پادشاهان، ای احکم الحاکمین، این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پناه بر خدا که روز قیامت پیامبر دست بر بزند و شکایت بکند از من. پناه بر خدا که در روز قیامت قرآن تجسم پیدا بکند و شکایت بکند از من تو. و قال الرسول یا ربی، نبی علیه الصلاة والسلام صدا میزند: ای پروردگار من، این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این قوم من قرآن را پشت سر خود انداختند. تو خوب امید روز قیامت از قبر بلند میشه که احمد را داری، رسول الله صلی الله علیه و سلم را داری، محمد امین را داری، ولی اگر پیامبر بیاید آستین بر بزند از من و تو شکایت کند، پیش کی میری؟ کسی دیگه داری؟ کجا میری؟ پیش کی؟ پیش حضرت آدم؟ میروند مردم همه پیش حضرت آدم که ای آدم تو خود صفی الله هستی، ما را شفاعت بکن. آدم میگه من خطا کردم، خدا من منع کرده بود که از درخت جنت بخورم ولی خوردم، من نمیتوانم. مردم به سمت حضرت نوح روان میکنن. پیش حضرت نوح میآیند مردم که ما را شفاعت بکن. کل خلایق جمع میشوند. حضرت نوح میگوید من هم خطا کردم، چون پسر خود را از خدا خواستم در حالی که اون پسر من نبود. من خطا کردم، من شرمنده هستم، نمیتوانم شفاعت کنم. بروین به سمت حضرت ابراهیم خلیل. خلایق جمع میشوند، میآیند پیش حضرت ابراهیم امام الموحدین، بود شکن تاریخ. پیش حضرت ابراهیم خلیل میآیند. حضرت ابراهیم خلیل میگوید من 3 تا توریه دارم که ظاهرا 3 تا دروغ است، از من سر زده. 3 تا توریه و تعریض دارم که ظاهرش دروغ است، من شرمنده هستم. حضرت ابراهیم خلیل در همون لحظه چی میگوید؟ نفسی 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 نفسی. میگه برو به سمت حضرت موسی. پیش حضرت موسی میاد، میگه من یک قبطی رو و یک سیلی زدم، خطا کردیم، من شرمنده هستم، نفسی نفسی. بریم به سمت حضرت عیسی. پیش حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام میآیند، ولی حضرت عیسی نمیگوید من چی کردم، فقط نفسی نفسی میگوید. بعد میگوید من نمیتوانم. با کجا بریم؟ کجا میریم ما؟ بلند کجا؟ رسول الله صلی الله علیه و امروز میدانیم که انتظار سلام و درود ما و شما را میکشد. امروز میدانیم که چرا آسمان خشک شده است، چرا این زمین خشک می شود، چرا خدا بر ما قهر کرده، چرا حیوانات ما به صحرا می روند، ان قریب است که گرسنه بمانند. این گناه و معصیت ما است. به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، ای جوان عزیز، ای پدر بزرگوار، ای خواهر گرامی، ای خواهر بی حجاب، ای جوان معصیتکار، ای جوان قمارباز، ای جوان بی نماز، به خدا روز قیامت گردنه که پت
به طرف محبوبت رسول الله می روی. دیگه هجران نداریم من و تو، هیچ کس به داد من و تو نمی رسد. پدر از من و تو فرار، مادر فرار. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. روزی که پدر فرار میکند، اما مادر مهربانی که امروز به خاطرش گناه میکنی فرار میکنه، همون پدری که به خاطرش گناه میکنی فرار میکنه، برادرت فرار میکنه، همسری که خیلی دوستش داری فرار میکنه و تو تنها میمانی. کجا میری؟ به سمتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم غمخوار امت، فدایت شوم ای محمد، فدایت شوم ای رسول الله، فدایت شوم ای شفیع المذنبین. یا رسول الله، ما آواز ما را فرشتگان شاید به تو برسانند. یا رسول الله، ما جز تو کسی را نداریم. یا رسول الله، غمخوار این امت بیچاره، این امت گناهگار، این امت بی وفا فقط تو هستی، کسی دیگر نیست.